نمایندگان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان از کمیسیون 44 که اعتراضگران شهر خورخ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند، روز 16 ینور در یک مراجعتنامه از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که جریان رسیدگی به وضع در این ولایت را زیر نظارت بی‌واسطه خود بگیرد. به رئیس مجلس ملی تاجیکستان رستم امامعلی مراجعت کردند. متن این مراجعتنامه را عضو کمیسیون 44 فراموز ارگاشوف قرائت کرد. اعضای کمیسیون 44 میگویند مقامات تفتیش پرونده های لطوکوب کارمندان نهادهای قدرتی و حتی بریدن درختان را در جای اول گذاشته، تفتیش پرونده کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 15 تن دیگر در جریان اعتراضهای خورخ را به باد فراموشی سپاریدند. همین طور به گفته آنها تفتیش پرونده اساسی، پرونده مرگ ساکن نوحه روشقله گلبدین زیوبکوف که از همین قضیه سبب اعتراضهای گسترده در خورخ شد و به جوابگری کشاندن گناهکاران مرگ او طلب اساسی اعتراضگران بود، از 30 دکامبر به این طرف اینک بیش از نیم ماه باز موقتا بازداشت شده است. اعضای کمیسیون 44 در پیام خود به امامعلی رحمان از آن اظهار نگرانی میکنند که در مطبوعات رسمی از ساکنان بدخشان سیمای یک جنایتکار میتراشند و تلویزیون بدخشان به گفته آنها بجز از سیاه کردن مردم ولایت کار دیگر ندارد. به عقیده نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان چنین صورت حال به امنیت و ثبات تمام تاجیکستان تهدید میکند و به این دلیل ضرورت دخالت بی‌واسطه خود پرزیدنت امامعلی رحمان به حل مسئله بدخشان پیش آمده است. گلبدین زیوبکوف ساکن دهه 17 نوحه روشقله بعد بازداشتش در سنه 25 نوامبر به طور مرموز به هلاکت رسید و مرگ او نقطه آغاز اعتراضهای خورخ شد که 4 روز از 25 تا 28 نوامبر دوام کرد. مردم جسد زیوبکوف در روی دست اول در کوچه های خورخ راهپیمایی کردند و سپس در میدان نزد بنای حکومت ولایت جمع آمده با جوابگری کشیدن گناهکاران مرگ او را طلب کردند. در روزهای ناآرامی ها در بدخشان باز 2 ساکن این ولایت کشته و دست کم 15 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران تنها شام 28 نوامبر وقت خانه به خانه پراکنده شدند که مقامات وعده تحقیق مشترک قضیه مرگ گلبدین زیوبکوف را دادند. به این مقصد یک گروه مخصوص عبارت از 20 نماینده نهادهای تفتیشاتی و 6 نماینده جامعه شهروندی نیز تشکیل شد، ولی با گذشت بیش از 1.5 ماه یگان نفر گمانبر در مرگ زیوبکوف معین و دستگیر نشده است. برقرار کردن خط علاقه موبیل و اینترنت که یک وعده دیگر مقامات در عوض خالی کردن میدان به اعتراضگران بود نیز با گذشت 1.5 ماه اجرا نشده است.